بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. درس دیروز ما و شما نواقض توحید ربوبیت بود. در پرون درس در ربوبیت در عقیده نواقض بود چه در دو قسم تقسیم سوی و دو قسم تقسیم شده بود. یکی کفر در ذات الله بود و دومش کفر و شرک در افعال الله متعال، یا در الله سبحانه تعالی پر ذات کی کفر او دوم قسم کفر او شرک در الله سبحانه تعالی پر افعال کی. کفر در ذات الله سبحانه تعالی به دو قسم تقسیم شده بود. یکی کفر مطلق بود و دوم شرک بود به ذات الله متعال یا شرک تمثیل. قسم اولش که انکار مطلق بود، این تقریبا 10 بخش داشت. 10 بخش بود. اولش کفر فرعون و امثالش بود، دوم کفر فلاسفه دهری بود، سوم کفر تصادفگراها بود، چهارم کفر سیکولاریست ها بود که اینا هم از وجود الله انکار میکنن. 1 2 3 4. پنجمش کفر دموکرات ها بود. ششمش کفر فلاسفه وجودی بود، شهوت پرستا. هفتمش کفر عقلگراها بود. هشتمش کفر ماده پرستا بود. نهمش کفر طبیعت پرستا بود و دهمش کفر داروینیست ها یا داروینیزم بود. صحیح شد نه؟ یعنی 10 قسم کفر شرک بود. بگه برادر اینی ورقه اگر کس نشته نکرده برشان بده که از روی ازی یادداشت کنن. امی درس دیروزی که ما و شما خواندیم، اول گفتیم چی هست؟ قسم اول شرک و کفر با وجود الله سبحانه تعالی بود. اولشی بود که یک کس شرک کفر بکنه با وجود الله سبحانه تعالی. این دو قسم بود. یکی کفر با وجود الله مطلقاً، صحیح نه؟ و دومش شرک در ذات الله سبحانه تعالی که یک مخلوقی را با الله شریک بکنه در ذاتش، مثل نسبت دادن پسر و این گپا. در قسم اول یا نوع اول که کفر با وجود الله میشه، دیگه گفتیم 10 بخش داشت. اول کفر فرعون بود که در سوره شعراء آیات 23 تا 29 را خواندیم. دوم کفر فلاسفه دهری بودن که اینا میگفتن که با از وجود خالق انکار میکردن و ما و شما خواندیم که الله متعال در سوره انعام آیت 29 برشان رد کرده بود که و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین. انعام 29 یام درس گذشته بود. سوم کفر کسانی که تصادفگرا بودن، کفر القائلین بالصدفه، ده حق و خلقو چه طول نره تصادفی گنی و ده صدفتاً پیدا شده، تصادفی پیدا سوی. این هم یکی از عقیده های الحادی ملحدین بود. اونا می گفتن که این وجود که است نتیجه طبیعت و تصادف است، هر چیز تصادفی پیدا شده. ایره هم ما و شما ردش در قرآن عظیم شان خوانیم که الله متعال در جوابشان گفت ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، سوره طور آیت 35. ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. این هم درس دیروز بود. خب چهارم قسم کفر سیکولاریستا بود و ایره هم ما و شما خوانیم که سیکولارها اینا دین از سیاست و از اقتصاد و امی 12 بخشی که انسان مسلمان حاکمیت الله هست از این دین دور میکنه. دین میگه باید هیچ در ساحه زندگی انسان نقش نداشته باشه. اگر یک کس میره مثلا در مسجد یا در کلیسا فردی عبادت میکنه، با زور سیکولارهای شرقی او را هم نمیمانه. الله متعال در رد از اینا چی گفت؟ و من یبتغی غیر الاسلام دینا، سوره آل عمران آیت 85. ومن يبتغ غير الإسلام دينا
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. و هر کسی که طلب بکنه غیر الاسلام دینن به غیر از اسلام دین در سوره یوسف علیه السلام دین ملک گفته، دین الملک. علما میگن دین به معنای قانون و دستور هم میه، یعنی هر کسی به غیر از قانون الله، به غیر از شریعت الله، به غیر از دین الله کدام قانون دیگی را به غیر از قانون اسلام طلب بکنه فلا یقبل منه. الله متعال میگه هرگز از او قبول نمیشه. رسول الله هم گفت اگر موسی علیه السلام هم زنده باشه دیگر راه نداره، اگر امروز موسی علیه السلام به و عیسی علیه السلام به مجبور است که دین اسلام قبول بکنه، امی شریعت قرآن و سنت دیگه چیزه. امی آیت قرآن است. بعضی کسا، بعضی کفار یا بعضی مسلمانایی که میخواین که کفار جرأت کنه بازو به نام پلورالیسم دینی چی میگن؟ یعنی کل دین ها حق است، میگه دین های حق سروشوار انسانان نوشته میکنن کتابا. اینی آیت قرآن نظریات از یار رد میکنه، میگه شما بیدین هستین، کسی را که الله کافر گفته تو را کافر نگویی خودت هم کافر میشی. اگر کس بگه یهود کافر نیست، نصارا کافر نیست، میگه سه خداست، تو میگی نه کافر نیست، در جنت میره. خودم انسان چی میشه؟ کافر میشه. چرا گپ الله را رد میکنه؟ الله میگه لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. الله میگه کافر است. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه. الله متعال میگه اینا کافر هستن. پس هر کسی که یهودی است یا نصرانی است یا مجوسی است یا هر کسی که است، اگر او آخرین پیغمبران را نپذیره و شریعت الله را، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نپذیره، الله متعال میگه فلن یقبل منه، از او قبول نمیشه. و هو فی الاخرة من الخاسرین. ای در آخرت چی است؟ خاسرین. در آخرت خاسر کی است؟ دوزخی است. ببینید آیات قرآن امیره میگن. این سیکولر هایی که میگن ما سیکولر هستیم و شریعت الله را در مملکت نمیپذیره، اینمی سیکولر الله از دیگر راه و قانون و طریقه دیگر نمیپذیره و الله میگه فلا یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم. چه قسم هدایت میکنه الله یا هدایت بکند الله متعال قومی را که کفر و کافر شدن بعد ایمانهم، بعد از ایمانشان. سعی کنین. بعضی کسا میگه که برادرها شما برای مؤمن آیت چرا میخوانین؟ او خود مسلمان است. وقتی که آدم مسلمان بود خود این آیات خود برای کافران نازل شده. این آیت سعی کنین الله متعال میگه کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم. چه قسم هدایت کنه قومی را که اونا بعد از ایمان خود کافر شدن. بعضی کسا هستن که در نواقص داخل است و بعد از ایمانش از دایره دین بمونه. و شهیدو ان الرسول حق، قبلا شهادت میدادن که رسول حق است. و جاءهم البینات، برشان دلایل روشن هم اومده بود. الله قوم ظالمی را که بعد از پذیرفتن و قبول کردن پیغمبر بعد از او سیکولر میشه، بیدین میشه، پیغمبر اسلام رد میکنه، قرآن رد میکنه، شریعت الله را رد میکنه، الله متعال میگه که والله لا یهدی القوم الظالمین. الله قوم ظالم هدایت نمیکنه. خب چی جزایشان است یا الله؟ این سیکولرهای بیدین، این یهودیایی که کافر شدن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و شریعت الله، این نصرانی هایی که قبول نکردن کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، جزایشان چی است؟ الله متعال میگه اولئک جزاؤهم، این طایفه مردم جزایشان چی است؟ ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. بالای از اینا لعنت الله هست یک، لعنت ملائکه هست دو و تمامی مردم سه. و لعنت چه قسم تعریف میکنن علما؟ میگن اللعن الطرد من رحمت الله. لعنت چی است؟ راندن یک کسی است از رحمت الله. کسی که از رحمت الله رانده شد، جنت رحمت الله است. جنت
رحمت الله هست و از رحمت الله رانده میشن. و ما یبتغی، او هر څوک چې طلب وکي غیر الاسلام، بغیر د اسلام لدین نه، دینن کوم بل دین، کوم بل شریعت، کوم بل قانون، فلا يقبل منه، هیڅ نه قبلیږي لیدنه. و هو فی الاخره، دغه انسان چې سیکولر کیږي، بیدین کیږي، قرآن نمنی، سنت نمنی، و هو فی الاخره من الخاسرین، دا په آخرت کې د چی شنه حسابیږي؟ د خاسرینو نه، دوی زیان او نقصان کړی دي. کیف یهدی الله قوما، الله سبحانه وتعالی وایي چې څرنګه به الله هدایت کړي هغه قوم چې کفروا بعد ایمانهم، دوی پس له ایمان کافران سو، و شهدوا، او دوی په خپل ځان باندې شهادت ورکړ چې ان الرسول حق، دوی مخکې نه شهادت ورکول چې رسول حق ده، خو وروسته دوی کافران سو، سنت نه مني، قرآن نه مني، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت نه مني. اوس ډېر خلک دي په نامه د قرآنیون وایي موږ سنت نه منو، صحیح بخاري نه منو، صحیح مسلم نه منو. الله وایي چې پیغمبر مني او د پیغمبر خبرې نه مني. وجاءهم البینات، دوی ته ډېر واضح دلایل هسته چې الله وایي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. ډېر آیاتونه دي. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله ظالم قوم نه هدایتوي. اولئک جزاؤهم، دا خلق چې دي د دوی جزا څه ده؟ ان علیهم، یقین ولري چې په دوی باندې لعنت الله دی، الله لعنت دی، والملائکه، او د ملائکو لعنت دی، والناس اجمعین، او د ټولو انسانانو لعنت په دوی باندې. د قیامت په ورځ کې بیا الله متعالی ورته چې الله، پیغمبر، ملائکه ټول ور باندې لعنت وي. پنجم قسم که ما شما خوانده بودیم کفر دموکراسی هست. گفتیم که دموکراسی دو بخش داره، یک بخش فکریش هست که اونا میگن قانون باید زمینی باشه. اگر کسی بگوید من دموکرات هستم و قانون آسمانی را قبول ندارم، کتاب آسمانی را قبول ندارم، قانون الله، شریعت الله، کتاب الله هست، کسی که من را قبول ندارم، به عوض از این قانون میخوایم قانون در زمین جور شود، الله متعال ایره کافر بیان کرده. و کسایی که میگه ما معیار مطلق نداریم، ما اخلاق قرآن قبول نداریم، اخلاق سنت قبول نداریم، حجاب کی کشیده، ریشه کی کشیده، نظام اسلام کی کشیده، شریعت اسلامی را کی کشیده، دولت اسلامی را کی کشیده، خلافت اسلامی را کی کشیده، اینا کسانی که ایگا پارا میزنن و رد میکنن شریعت الله را، اینا کافر میشن. این مردم ها چی میکنن؟ این دموکرات ها مثلا پرزیدنت لینکلن رئیس جمهور امریکا بوده، دموکراسی رو تعریف میکنه، میگه حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم، نفس ما هر چی که خواست، شراب خوردن مردم قانونش توسط کی؟ توسط مردم، برای مردم، همجنسگرایی مردم توسط مردم، برای مردم. این معنیش میده، بعضی کسا نمیفهمن معنیش. متوجه هستین؟ اینی کسی که دموکراسی را به این شکلش میپذیره، الله متعال چی میگه؟ در سوره فرقان آیت 43 را بکشین. کسایی که از نفس خود قانون جور میکنن. ارأیت من اتخذ الهه هواه افانت تكون علیه وکیلا. ارأیت، آیا ندیدی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا ندیدی ای انسانی که تو عقیدت از قرآن میگیری، آیا ندیدی اتخذ الهه، معبود خود، معبود ما شما گفتیم که اله کی را میگن؟ که دو صفت داشته باشه، ذاتش عبادت شوه و قانونش اطاعت شوه. آیا ندیدی کسانی که معبود خود کی را گرفتن؟ هوا، آرزوهای خواهشات نفسانی خوده. اگر نفسش گفت که زنا، قانون میسازه که زنا در این مملکت بفرمایین زنا بکنین. بسیاری هتل‌ها که بری در هر هتل لیست زنا هست. پس این قانون کی برشان جور کرده؟ شراب، هزارها گناه دیگه. اینال اینجا گفته که اینی مردمایی که
قانون مطابق خواسته های نفس خود می سازن و شریعت الله را نمی پذیرن، افانت تکون علیه وکیلا، آیا تو با اینا وکیل می باشی؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا آیه پیغمبر تو فکر میکنی که بسیاری از اینا میشنون یا از عقل خود استفاده میکنن؟ نه، اینهم الا کالانعام، اینها مثل حیوانات است. حیوانات هم شریعت و قانون الله را رد نمیکنن، اما حیوانات هم در جنگل خود مطابق قانونی که خلق شده اما خلقت خود در نظر میگیره، لکن این مردم اما قانون نقص میکنن. اینا مثل حیوانات هستن، لکن حیوان اگر جنایت کنه، غلطی کنه، میفهمه که ما جنایت کردیم. اگر یک پشک در اتاق باشه، شما بر شک تا گوش پرتین، پیشروی شیشه استا میخورن، اما کدام وقت دوزی کنه باز میگروزن، چون میفهمه جنایتکار هستم. یعنی کسانی که حق درک نمیکنن با عقل خود، الله متعال میگه که اینا از بل هم اضل سبیلا، بلکه از حیوان که همینا گمراه تر هستن. حیوان خواه حداقل از شعور خود استفاده میکنه، این شعور هم داره، عقل هم داره، ولی عقل نمیپذیره. پس اینا ارزششان پیش الله چی است؟ از حیوانات هم که پیش الله بی ارزش تر هستن. یعنی الله متعال جنت خو برای انسانهای مؤمن خلق کرده، نه برای حیوانات. برای حیوانات خو خلق نشده. و بازو کسی که از حیوان هم که چی باشه؟ بدتر و پستر باشه. پس اینی کسانی که این کار میکنه، آل الله متعال به مسلمانا و علمای دین و دعوتگرای دین که در رأسشان پیغمبرا هستن و در رأسشان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، بر از اینا چی نصیحت میکنه که اونا چی کنن؟ سوره کهف آیت 28 نصیحت الله را که بر ما و شما میکنه و اول بر رسول الله صلی کرده، اینا میخوانیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. یک تعداد از مردمای بیدین پیش رسول الله صلی الله علیه و می آمدن و حتی پیش دعوتگرای دین هم میره میگن که بیا کت ما بشی، در مجلس های ما بشی، موترهای لکس برات میتیم، تعمیر لکس میتیم. چی میکنی که این مردمای عاجز و غریب و بیچاره و فقیر، سلمان فارسی و بلال حبشی و کت از اینا میشینی؟ یا غریب مردم هستن، بیچاره هستن. الله متعال گفت که ای رسول الله صلی الله علیه و واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي. ای رسول الله صلی الله علیه و خود به امرای کسانی که صبح و شام الله را می طلبن، امرای از اونا نفست عادت بتی، خود عادت بتی، امرای از اونا باش. امرای کسایی باش که یریدون وجهه، اونا وجه الله را میخواین، میخواین الله از پیش از اونا راضی باشه، ولو فقیر باشه، ولو بیچاره باشه، او پیش الله بسیار ارزش داره. پیش الله اگر مالداری و قصر و موتر و زره و موترهای لکس و قصرهای لکس و بلند منزل ارزش میداشت، باز با کافرها نمیداد. چیزی که بسیار پیش الله ارزشمند است وحی الله بود، وحدانیت الله بود، او رو برشان دادم. بناهن یک انسان فقیر موحد یکتاپرست از بسیار میلیاردرهای بیدین پیش الله ارزش زیاد دارم. و بر رسول الله صلی میگه والا تعد عیناک عنهم، از اینا حتی چشمت هم دور نکن. ترید زینت الحیات الدنیا، ای پیغمبر تو زینت دنیا را میخوای؟ نه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، او کسایی که ما قلب از او از ذکر و یاد خود غافل ساختیم و ما رد کردیم، الله میگه من ردش کردیم، که تزو اطاعت از اونا را نکن. و تبع هواه، این مطابقت از چی کرده؟ از هوای خود کرده. این کسی که از هوای خود، خواستهای نفسی خود به ضد شریعت الله کار میگیره، این الله متعال قلبش از یاد خود
غافل گردانه. الله ایره رد کرده. و کان امره فرطا و امر ازی بسیار در چی است؟ در غلطی و ناروایی و افراط و تفریط و اینی گپا هست. خب و الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و که وقل الحق من ربکم، بگو برشان که حق از جانب پروردگارتان است. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، کسی که میخواد مسلمان باشه و کسی که میخواد کافر شود. الله متعال میگه که ان اعتدنا للظالمین نار، ما برشان آتش دوزخ آماده کردیم. ششمی قسم کفر فلاسفه وجودی بود. فلاسفه وجودی چه قسم مردم ها هستن؟ اینا هم یک فلسفه را کشیده که انسان به اندازه آزاد است که میتونه 24 ساعت در شهوت ها غرق باشه. میگه من انسان هستم، دلم که هر چی کردم، حیوان خوشم آمد، انسان خوشم آمد، ام جنس خوشم آمد، بد جنس خوشم آمد، که هر چیز عکس های خدا نشر میکنه. یک روز ببینید که مرکب یک تا ازدواج کرده، یک روز ببینید که حیوانات ازدواج کرده، یک روز ببینید کارایی میکنن. اینی به نام فلسفه وجودی هست. اینالی این مردم را الله متعال درباره از اینا چی میگه؟ ای رسول الله صلی الله علیه و آیا تو گمان میکنی که اکثر از اینا میشنون یا عقل دارن؟ نه، انهم الا کالانعام، یا خود حیوان ساختن به دست خود. ام انسان که از عقل خود کار نگیره، انسانی که از وحی کار نگیره، انسانی که از قرآن کار نگیره، انسانی که از سنت کار نگیره، چی میشه؟ در حیوانیت میمونه. ببینید همیشه 3 دانه زندان است. خب چند قسم زندان است؟ یک زندان حیوانیت است، یک زندان شیطانیت است، یک زندان انانیت است. از این 3 این زندان قرآن و سنت انسان میکشه. انسان حیوانیت چیست؟ چون در وجود انسان بعض خواصی است که خواص حیوانی است. مثل حیوان ما شریک هستیم، مثل خوردن، نوشیدن، جنس، غرایز اینیا. انسان این چیزها را داره. اگر انسان همیشه در خوردن بخورم و آرام خو کنم، تمام روز بخورم، خوب خو کنم، خوب دا آروسیا برم، خوب لباس بپوشم، خوب فیشن آرایش بکنم، خوب اینمی دیگه هیچ چیز غرض نداشته باشم. این چی است؟ این مشابه با چی است؟ این در زندان حیوانا قید است. حیوانا هم یادت داره که بخوره و خو کنه و شکار کنه و مقصد شکم خدا سیر بکنه و از جنس استفاده بکنه. پس انسان مسلمان باید از خویای حیوانی خود خلاص بکنه. میخوره اما هدفش خوردن نیست و برای خوردن زندگی نمیکنه. می نوشه لکن هدفش تنها نوشیدن نیست. ازدواج میکنه اما هدفش جنس و غریزه پرستی نیست. متوجه هستین؟ پس از این زندان خدا میکشه. دومی زندان شیطانیت است. شیطان چی میخواه؟ شیطان که از زندانش نمی است که کبر بکن، غرور بکن، تکبر بکن، غیبت بکن، بدبین دیگرها باش، همیشه دسیسه سازی بکن. این زندان شیطانیت است. انسان مسلمان باید خدا با قرآن و سنت از این زندان هم چی کنه؟ بکشه. بعضی کسا در این زندان گرفتار است. و سومش زندان انانیت است، خودخواهی. همیشه از خود راضی هست. من بسیار خوب پروفیسور هستم، بسیار خوب صحبت میکنم، بسیار فصاحت دارم، بسیار بلاغت دارم، از کلی که من خوب هستم. انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. ز دیر اصل دمون قوم دمون پختانه و اصل پختانه دی باز قوم پرست فارسی زبان اصل فارسی زبان ها هست. ما هستیم چطور است؟ لفظ عرب است، فارسی شیر و شکر است. بازی قوم پرست های دیگر بخوایی بازوا میگه ازبک بسیار خوب است، ازبک یخشی و چطور است. باز عرب قوم پرست میخواد که نه عرب اطور است. این حال چی هست؟ الله متعال میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از این زندان انانیت و خودخواهی خدا چی کنه؟ بکشه. پس کسایی که به انانیت و به شهوت پرستی و در زندانهای مثل زندانهای این فلاسفه وجودی مبتلا هستند، الله متعال درباره از اینا چی میگه؟ در سوره اعراف آیت 179 رو میبینیم.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اینال الله متعال میگه که ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الانس والجن. الله متعال میگه ولقد و یقینا که آماده کردیم بر جهنم بسیاری از جنها و انسانها را که یا مخصوص ساخته شدن برای جهنم. چی صفت دارن اینا؟ بر از اینا الله قرآن نازل کرده، پیغمبر نازل کرده، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم کتابا پر است، راه هدایت است، عقل برشان داده شده، حس برشان داده شده، با چندین نعمت الله هست که اینا استفاده کنه. لکن اینا چی مشکل دارن؟ چرا دوزخی هستن؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. قلب دارن لکن با قلب خود حق درک نمیکنن. اینا لهم قلوب لا یفقهون بها. فقه چی را میگن؟ فرق بین علم و فقه چی است؟ یکی علم است، یکی فقه است. فقه استخدام کردن حواس و عقل در نصوص قرآن و سنت. وقتی که در قرآن از عقلت کار میگیری و میخوای که آیات قرآن درست بفهمی و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم درست بفهمی، اینی را فقه میگه که الله متعال میگه من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله برای کسی که خیر بخواه او را فقیه در چی میسازه؟ در دین. و فقیه امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که فقه دو قسم است، یکی فقه اکبر است، یکی فقه اصغر. فقه اکبر چی است؟ عقیده. ما و شما که نال در قرآن میخوانیم، این فقه اکبر میگه. وقت فقه اصغر امی هست که مثلا معاملات و فقه معاملات و فقه عبادات و فقه جنایات یارا میخوانیم. اینال کسی که در فقه تفقه نمیکنه در قرآن و سنت، عقل خود کار نمیگیره، حس خود کار نمیگیره، الله متعال میگه لهم قلوب لا یفقهون بها. و علم چی را میگه؟ علم نوآوری هست در طبیعت، یعنی چیزهای جدیدی را کشف کردن، مثل علم ساینس دوا کشف میکنه بر یک مرض، پس این ساینس است، علم است. اما فقه، در فقه کس نوآوری نمیکنه. در فقه چی میکنه؟ قرآن و سنت میخواد چی کنه؟ بفهمه. اینی که عقل و هوش و فکر و ذهنت مصروف میسازه که قرآن بفهمی درست و سنت درست بفهمی، این فقیه میگن. فقها همی کار میکردن. فقهای حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلفی، ظاهری، تمام فقهایی که ما و شما میخوانیم، کلی از اینا میخواستن که قرآن بفهمن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بفهمن و بر ما و شما تشریح و توضیح بکنن که آسان بفهمیم. این وظیفه فقها است. اما علما مثلا کامپیوتر میسازه و میز میسازه و چوکی میسازه و این میسازه و اون میسازه. اینال بسیاری کسا در علوم دنیایی بسیار خوب میفهمن، خوب طیاره ساخته، خوب موتور ساخته، خوب راکت ساخته، زمین مثل یک قریه یک ور ساخته، لکن الله متعال ایره شرمانده باز بر شادی رکوع سجده میکنه، بر موش میره عبادت میکنه، در کل چیز از عقل خود کار گرفته، لکن در عقیده خود از عقل خود کار نگرفته. الله متعال میگه که اینی مردم ها جهنمی هستند که لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن لکن از قلب خود استفاده نمیکنن. فقه عقیده را یاد نمیگیره، توحید نمیفهمه، قلب داره اما موحد نیست. این چه قسم انسان است؟ این نمی دوزخی هست. ولهم اعین لا یبصرون بها، چشم داره لکن به چشم خود حقیقت ها را دیده نمیتونه. اگر یک عسکر امریکایی، مثلا بسیاری امریکایی را سعی کنی، اگر عسکر امریکایی اومد در افغانستان کشته شد، مردار شد،
بازنمی اسکر امریکایی که در افغانستان کشته شد مردار شد، باز میخیزه او امریکایی که اوه مردم افغانستان زد پدر مرا کشت بیادر مرا کشت. باز بچهای فیلم هندی میخیزه به نام از او فیلم جور میکنه که اینه والا صاحب. اما این خودی اسکر امریکایی که در افغانستان آمده و به هزارها نفر کشته و آدمای مظلوم، زن، طفل بیچاره بمبارد کرده، بازی را هیچ. یعنی اگر یک مسلمان یک اشتباهی عادی میکنه، فیسبوک ها را سیل کنی پر است، اهل مسلمان ها را سیل کن. در یک مسجد یک خادم مسجد اشتباه کرد، پور وقت شیخ الحدیث جور میکنن. مساجد و مدارس و اسلام و مسلمان ها را میخواین بدنام بکنن. اما باز اگر یک کافر خیز به هزاران مسلمان کشت، مثلا استرالیا خیزن اعلان کردن که ما چند نفر کت تار کشتیم، کت بند بوت و کت تار و کت فلانی کشتیم، بیگناه بودن. حتی امو کافرای استرالیا او را ملامت میکنن، لکن این دوزخی افغانستان باز درباره از در فیسبوک خود یک جمله هم نوشته نمیکنن. چرا این حق درک نمیکنن؟ ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها. اگر به نقص مسلمان باشه زود میشنوه. مثلا یک مسلمان است یک اشتباهی عادی کرد، سر زود که شروع میکنن، یک بیگناه هست رو میگن. اگر یک نفر یک اشتباه هم کرد، انسان است، مسلمان است، در یک جای دبین چند میلیون مسلمان، یک نفر در یک جای یک اشتباه کرد، او رو باز ام اشتباه از رو به کل اسلام نسبت میده. لکن اگر کافرها هزار جنایت و تروریسم کردن، اگر اسرائیلی خیلی صدها فلسطینی را کشت، اگر بشار الاسد خیلی هزار سوریایی را بمبارد کرد، اگر حکومت عراق به هزاران مسلمان عراقی را کشت، و اگر این خارجی های دیگه به نام ناتو و فلانی و روس و فلانی به هزاران مسلمان کشتن و خانه هایشان از بین بردن و طفلایشان دست جمعی در قبرها گذاشته میشن، بازوجه چی هست؟ ولهم آذان لا یسمعون بها. هیچ وقت رو نمیشنوه که بخیزه برازو بگه که خود تو هم ظالم هستی، تو هم جنایتکار هستی، تو هم خائن هستی. در زندان یک انگلیس آمد که من تحقیق میکرد. ما گفتم تحقیق تو اجباری هست؟ اگه اجباری میکنی که از دستا و پای ما را بسته میکنی، زولانه میپرتی، اولچک میپرتی، تحقیق کن. او گفت نه اختیاری هست. گفتم اگه اختیاری هست من که تو گپ نمیزنم. گفت چرا؟ من گفتم شما انگلیس ها که هستین، در جنگ اول افغان انگلیس شما تروریست بودین، در جنگ دوم افغان انگلیس شما تروریست بودین، در جنگ سوم افغان انگلیس شما تروریست بودین، و آل هم شما که تروریست های امریکایی آمدین و ما را میکشین و اولادهای ما را میکشین و بمبارد میکنین. من نمیخوایم که تاریخ زندگی من امرای تو سیاه شود. اما تو ایران ماند. من لباس زندان قبول دارم، خود تو شیشتان قبول ندارم. دیگه گفتم من نخواه، اگه به اختیار است. اگر به زور میخوای، به زور دیگه چیز ازستان می بگوین، به گپ شما و به زور که است، شما هر چی که میگین بگوین. اما من نمیخوایم تاریخ زندگی ما با شیشتن امرای تو سیاه شود. چون حقیقتا تروریست تو انگلیس هستی، تو دشمن الله و رسول هستی. چرا اگر این عقل انسان نداشته باشه، این فقه انسان نداشته باشه، الله متعال چی میگه؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. یقینا مونږ تیار کړی د جهنم دپاره كثيرا من الانس والجن، ډیر جنیات او انسانان. دوی څه صفاتونه لري؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، زړونه لري قرآن باندې خپل عقل نه استعمالوي، په قرآن و سنت کې علم نه لري. ولهم اعین لا یبصرون بها، سترګې لري خو په دې باندې دوی سهم حق نشي کتلی. ولهم آذان، غوږونه هم لري، لا یسمعون بها، نه اوري. اولئک کالانعام، دوی لکه حیوانات دي، بل هم اضل، لحیواناتونه هم دوی ډیر گمراه دي. ځکه چې حیوان خود خپل حداقل عقل که نه لري، شعور خو لري، د خپل شعور نه خو سم استفاده کوي. اولئک هم الغافلون، یقینا دا خلق غافلان دي. یک امریکایی مسلمان شده بود، نابینا بود،
گفت چرا مسلمان شدی؟ گفت وقتی من در قرآن از ایشان خواهم که نابینای چشم در قرآن نیست. در چشم در اسلام کس نابینا با کسی که چشمش مشکل داره او را نابینا نمیگه. نابینا کسی است که قلبش نابینا باشه. القاری صاحب ما هست ماشاءالله، قلبش از قلب ما کده روشن‌تر است، یعنی کل مکمل قرآن حفظ داره. ما ورق زده میریم و ماشاءالله اون خوانده میره. الله برش توفیق عمل و فقه هم نصیب بکنه که آمده که فقیه در قرآن شود، قرآن خو حفظ کرده. تو نشه که از قاریای حفظ بکنه قرآن شریفه ولی معنایش نفهمه، الحمدلله کنه به این سعی تلاش میکنه. این نابینا نیست در قرآن. نابینا کی هست؟ کسی که قلبش نابینا هست. متوجه هستین؟ چشم نابینا گفتن نمیشه، مردم میگن اما قرآن نمیگه. شما آیت قرآن رو بخونید فهمیدین یعنی اینمی کسایی که میگه که اعین لا یبصرون بها، چشم دار لکن نمیبینه، گوش داره نمیشنوه. چرا؟ وقتی که حق نفهمیدین امی اصل نابینا و ناشنوا هست. الله اینا رو مثل حیوانات بیان کرده است. خب هفتم فلاسفه عقلانی بودن. فلاسفه عقلانی کسایی که میگفتن ما عقل پرست هستیم، چیزی که عقل ما میگه او رو قبول داریم، عقل ما که او رو قبول نمیکنه ما او رو قبول نداریم. بر از اینا یک روز مثال گفتم میشه، مثلا دروازه تق تق شد. خب عقلگرا است، دروازه تق تق شد، تو میگه عقل ما کلش چیزا میفهمه با عقل ما برابر که خلاص، یعنی تو خود دروازه تق تق شد، حس برات میگه که دروازه تق تق است، عقلت میگه پشت دروازه کیست. بفرمای عقلگرا است بگو که در پشت دروازه کیست. گفتن نمیتونه، تسلیم میشه به مشترکک خود، میگه تو برو بچه این برو دروازه رو باز کو ببین که کیست. خیده طبیعت که این صداهای رنگارنگ است، این آفتاب، این مهتاب، این ستاره ها، خالق از اینا کی هست؟ عقل تو رو پیدا کرده میتونه؟ عقل خود میگه بله هست، چرا هیچ چیز تصادفی نیست. این مایک تصادف است، این قلم تصادف است، این پوشک قلم تصادف است، چی تصادف است؟ هیچ چیز تصادفی نیست. یک خانم بود بسیار با شخصیت، ما خانمای بسیار با شخصیت داریم که نامایشان در قرآن است، ذکرشان در قرآن است. از ما مردا که در رتبهشان بلند است، مثلا رتبه استاد دایی بلند است یا رتبه بیبی خدیجه. بیبی خدیجه رسول الله سم پیشش جبریل امین آمد گفت رسول الله سمیال یک خانم میایه در دستش یک ظرفی از غذا هست، برش بگو که الله بر تو سلام فرستاده. بیبی خدیجه کسی است که الله برش سلام فرستاده. پس 1000 تا استاد دایی به خاک پای بیبی خدیجه نمیرسه، الله برش مقام منزلت داده. این خانم با شخصیت پرسان کردن، گفتن که تو در داخل پوانتون رئیسی پوانتون آمدی، به هزارها دختر زیر دست ازی درس در پوانتون میخواندن. گفت این حجاب چی حکمت داره که چشمایت پد کردی؟ گفت هر چیزی با ارزش حجاب داره. نمی قلمم این پوشکش حجابش واسه امیره که وسو کنی 5 دقیقه بعد خشک میشه. از این خاطر زنای بی حجاب زود خشک میشن. هر قدر کارایش میکنه به خاطر چیزی آرایش میکنه، اما زنای با حجاب در 70 سالگی هم همون شفافیت و زیبایی خود دارن. گفت هر چیزی با ارزش با حجاب است. انار دانه هاش بسیار با حجاب است، با ارزش است، حجاب داره. بادام داخلش بسیار چیز با ارزش است، چی داره؟ حجاب داره. هست نیست؟ بعض زنهای با حجاب هم چون با شخصیت هستن با حجاب دارم. من رئیس پوانتون هم هستم، دکترا هم دارم، لکن حجاب خودم دارم. برای من خوسته و 4 تا رقاصه نیست که اون نه علم داره نه کمال داره، وسیله ساتیری بر مرداست. خب آن کسایی که از عقل خود میگن ما چیزی که در عقل از عقل خود کار میگیریم دروغ میگن. اکثرا عقلگراها که هستن یا بسیار بیعقل هستن، خود عقلگرا میگن لکن از کلی که یا چی هستن؟ دلیلش چی است؟ سعی کنین سوره بقره آیت 164.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله متعال میگه که اگر کس عقل داشته باشه، سکو نمی کسی که میگه ما عقلگرا هستیم، اگر یا راستی عقل می داشتن و از عقل استفاده میکردن، الله متعال میگه به هزارها دلیلی است که اینا به وجود الله باید ایمان بیارن. ای باید اول ایمان بیارن. ان یقینا که فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان ها و زمین، اختلاف اللیل و النهار، این خلقت آسمان ها رسید. یوتیوب شما برین درباره ساختمان زمین، خلقت زمین، پیدایش زمین، ساختمان کائنات، ساختمان آفتاب و مهتاب و زمین و کهکشان ها. یک روز مسائل میکردم، انسان تعجب میکنه که ستاره هایی است که صد چند و هزار چند زمین ما و شما بزرگ هستند. الله میگه تو عقل داری؟ فی خلق السماوات والارض، این زمین است که در زمین به هزاران هزار قسم پرنده ها هست، حیوانات است، مایه های عجیب و غریب است، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. قاری صاحب تمیم منادی یگان دفعه ترانه میخوان که آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آسمانها، کهکشانها، ثابت و سیارها. سعی کنین اگه تو عقل داری، این شاعر من شاعر است، هنرمند است، عقل داره، میگه آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آسمانها، کهکشانها، ثابت و سیارها. آیت توحید میگه من میبینم در هر در دیوار که سیل میکنم، طرف آسمان سیل میکنم، طرف کهکشان ها سیل میکنم، چیزایی که ثابت هستن، چیزایی که در حرکت هستن، کل از اینا آیت چی هستن؟ توحید هستن. وجود الله را بر ما معرفی میکنن که شما سعی کنین که کی را خلق کردن. شاهدان بر وجود خالق یکتای خیش، شاهدان بر وجود خالق یکتای خیش، بحر و برها، دره ها، دریاچه ها، کهسارها. رو و بستان تا گواهی بر وجود حق دهند. برو در باغها ببیس برگ درختان سبز سیگو. رو و بستان تا گواهی بر وجود حق دهند، بیدها، گلها، علفها، سرو و سپیدارها. در گل و سنبل نگر، در گل و سنبل نگر، بین آیت توحید در ساقه ها، گلبرگ ها، ورق ها، خارها. تا کلش دلایل قدرت الله متعال است. چیست این زیبایی اندر فصل زیبای بهار؟ چیست این زیبایی اندر فصل زیبای بهار، در بیابانها، چمنها، جنگل و نیزارها؟ کیست نقاش طبیعت؟ این طبیعت کی خلق کردن که این همه نقش بدی جز اله حی سبحان کس کند این کارها؟ بغیر از الله کی میتونه که این مخلوقات با این چهره های زیبا خلق بکنه؟ باد از بحر چی فراشی کند در بوستان،
باد از بهر چی فراشی کند در بوستان، از چی سیلی میزند مردانه بر رخسارها، از چی بنهد تاج بر سر لاله همچون میرها، از چی پیچد پیچک اندر شاخ گل چون مارها. چیست اسرار طبیعت غیر فرمان اله، بغیر از فرمان الله سبحانه و تعالی؟ چیست اسرار طبیعت غیر فرمان اله؟ حکم قانونها، روشها، نظم و استقرارها، صد گواهی بر وجود و حکمت و علمش دهد. اصل گپ در اینجاست. در هر قصیده شعر اصل مطلب در یک بیت می باشه. صد گواهی بر وجود و حکمت و علمش دهد، ذره ها، سلول ها، اتم ها، بارها. شاعر معاصر است، تکنولوژی معاصر می فهمم. از اتم تا کهکشان ها تا صحابی ها همه بنده حقند و فرمان بر، نه خود مختارها. تمام از اینا چی میکنن؟ بنده حق هستن. الله متعال میگه که این فی خلق السماوات و الارض، یقینا در خلقت آسمان ها و زمین و در اختلاف شب و روز، و الفلک التي تجری فی البحر، و کشتی هایی که با تنها تنبار در بحر میرن و غرق نمیشن، بما ینفع الناس، و آنچی که مردم منفعت میرسانند، و ما انزل الله من السماء من ماء، و از آنچی که الله متعال از آسمان آب را فرستانده، فاحیا به الارض. سما بلندی را میگه، هرچی که بالاتر از تو هست زیر آسمان میگن، هرچی که بالا از ما است آسمان ما هست. پس از ابرها وقتی که بارانها بیرون میان، فاحیا به الارض بعد موتها، توسط از بارانها چی میشه؟ زمین مرده را دوباره چی میکنه؟ زنده میکنه. و بث فیها من کل دابه، و نشر کرده در این زمین الله متعال تمام جنبنده ها را، انسان ها، حیوانات، حشرات، همه از اینا در زمین خلق شدن و حرکت میکنن. و تصریف ریاح، همچنان در گردانیدن بادها. یک دفعه باد تیز میه، یک دفعه باد رحمت میه، یک دفعه باد غضب میه. این چی هست؟ تصریف ریاح. و السحاب المسخر بین السماء والارض، و این ابرهایی که در بین آسمان و زمین چی شده؟ مسخر شده که در خدمت شما قرار دارند. در کل ازی چی است؟ لآیات لقوم یعقلون. این آیات است، دلائل قدرت الله هست برای قومی که اونا چی دارن؟ عقل دارن. اولی کسایی که میگن ما عقلگرا هستیم، اگر اینا عقل می داشتن، اینا باید چی میکردن؟ اینا باید از کلی که اول ایمان می آوردن. در سوره انفال آیت 20: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اطاعت از الله بکنین در کتابش قرآن عظیم الشان، و اطاعت بکنین از رسولش در احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولا تولوا عنه، از این روگردانی نکنید. و انتم تسمعون، در حالی که شما مشنوین. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، و نباشین مثل کسانی که میگن سمعنا و هم لا یسمعون، لکن یا نمیشنون. میگن شنیدیم لکن در حقیقت نمیشنون. چرا حق نمیشنون؟ این شر الدواب، بدترین و زشترین جنبنده ها عند الله، در نزد الله کی هست؟ الصم البکم الذین لا یعقلون. او کرها و او گنگ های هستن که خوب فصاحت و بلاغت دارن، خوب گوش های کلان دارن، لکن لا یعقلون، لکن نه از عقل خود کار نمیگیرن. پس یا پیش الله بسیار زشت است. دی فکر که ایچ والا پدی دیپلماسی و پدی خبر و بانی بمون نجات پیدا کو، ده الله تا بدترین مخلوقات دی، چه نه حق آوری او نه حق
و الیسی. فکر میکنم وقت ما و شما پور است. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.